جناب مولانا، شما میفرمایید که ائمه را قبول دارید، توضیح بدید چگونه قبول دارید؟ شما که مطابق مذهب اونها نیستید، یک رأی در مذهب برای خودتون دارید، چگونه اونها را قبول دارید؟ این قبولیت را توضیح بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما ائمه را چه 400 و 500 و 1000 و الی آخره باشند، ائمه را مطابق اصول ائمه قبول داریم. هر امامی که برای ما مسئله را بیان نمود امام چه 4 باشند، چه 5 باشند، چه 1000 به بالا یا کمتر، امام را به اصول امام ما قبول داریم. چطور؟ هر امامی برای ما مسئله یا حدیث مرفوع با سند صحیح به اتفاق محدثین بیان کرد، ما قول اون امام را روی چشم میگذاریم. و اگر امامی در مقابل حدیث مرفوع استنباطی کرد، اینجا ما استنباط همون امام را در مقابل حدیث مرفوع برای خود حجت نمیدانیم. امام را ما قبول داریم به زمانی که نه که توهین بکنیم، قول اون را به زمانی ما قبول داریم که با حدیث مرفوع یا با جمهور امت موافق باشد. اگر قول یک امام هر کسی باشد، نه فقط ابو حنیفه رحمت الله علیه یا امام مالک رحمت الله یا اوزاعی یا فلان، هر امامی از اهل بیت الی آخره، هر امامی اگر فتوای حدیث نقل با اصول متفق علیه محدثین و خود امام، ما اون فتوا اون امام را قولش روی چشم میگذاریم. اگر خلاف حدیث بود، اون قول، اون استنباط، اون روایت ضعیف برای ما حجت نیست. در این صورت ما امام را قبول داریم. اگر امام نه، بچه امام، مقلد امام، اگر حدیث مسئله موافق کتاب و سنت ما نه امام بجای خود، ما مقلد امام را که با دلیل صحبت بکند، با دلیل باش ما روی چشم میگذاریم. بنابراین ما 4 امام را زمان نه که در ذاتشان توهین بکنیم، قولش زمان قبول میکنیم که به گفته خود امام با حدیث موافق باشه. مثلا از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این جمله به اتفاق احناف مشهور است: اذا صح الحدیث فهو مذهبی. حدیث صحیح مذهب من است. یا نقل ابن عبدالبر گفته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه: لعن الله من یخالف رسول الله به اکرمنا الله و به استنقذنا. الله تبارک و تعالی به خاطر پیغمبر اکرام و عزت داده و به خاطر ما را از جهنم نجات داده. بنا روی اصول ما هر حدیث، هر استنباطی که از امام نقل بشه ما روی چشم قبول داریم. اگر برخلاف حدیث و استنباط بود، ما از همون امام را یک ثواب میرسد، چون اون غرض دیگه نداشت، مقصدش بود من به کتاب و سنت برسم. الان به عنوان مثال یک استنباطی که اشتباه شد، در همون استنباط خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک ثواب میرسه، امام مالک، امام اوزاعی، سفیان ثوری، سفیان بن هر کسی باشه یک ثواب دارد، چون به ضد و انات فتوا نداده. بنابراین در همون استنباط یک ثواب داره. اگر موافق کتاب است 2 ثواب، اگر نه 1 ثواب داره. کتاب‌هایی که به نام امام هستند، صحبت اصلی اینجاست که دوستان ما بر حمله میکنن، شما به ائمه توهین میکنید، ائمه را قبول ندارید، این سراسر تهمت است بر ما. کتاب‌هایی که ما از هندوستان تا بلوچستان در دست داریم، هیچ کتاب از اینا الا 2 کتاب از ابو حنیفه رحمه الله سند نداره. اولین کتاب مال احمد قدوری رحمت الله علیه است، متوفی 428 است، و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متوفی 150. چند سال فاصله داره؟ 250 سال. از این میگه قال ابو حنیفه، قال ابو یوسف، قال محمد، قال زفر، قال فلانی. شما این قاله را میگین، قاله را به چه دلیلی میگین؟ آیا شما به چشم ابو حنیفه را دیدید که مسلما لا 250 سال فاصله دارید و امت سالان 250 سال عمر نداشته، تا 100 سال هم ندارید الا ماشاءالله. شما ان فلان تا ابو حنیفه سند دارید که ندارید. لذا آنچه شما میگویید که قال ابو حنیفه، میگه این قول صاحب هدایت، قول عبدالله نصفی، قول صاحب هدایت به نام ابو حنیفه سند نداره. ما این قول را میگم بی سند است. بعدم همین قول بی سند اگر این فتوایش، چون در احادیث الحمدلله ما از بالا تا پایین مسئله نداریم که اسلام او را حل کرده نباشد تا زمان صحابه، تا زمان صحابه همه را داریم. هر جای برابر افتاده، من
قدوری دارم درس میدن، شاگردم دارم درس میدن. این قولش صاحب هدایت چه صاحب قدوری که به اسم ابو حنیفه کرده رحمت الله علیه با حدیث موافق ما قبول. این قول با حدیث مخالف ما قبولش نداریم، چون در مقابل حدیث صریح داره. لذا این کتاب ها چیزی که به نام ابو حنیفه میکنه الله سند ما قبول نداریم. و مسائل خرابی من مثال نمیدن که کسی ناراض بشه. و در رساله من به نام دفاع از اسلام وظیفه المصبح من مسائل زیادی را به عنوان مثال با سند نقل کردم و دارمش و اینجا نمیگویم. پس قولی که این کتاب ها به نام ابو حنیفه بخونم ما این مسائل خلافی را قبول نداریم، اما خود ابو حنیفه را ما قبول داریم. الان کتاب های ما دو کتاب سند دارند، یکی آثار محمد رحمت الله علیه، یکی موطأ محمد. این دو کتاب با سند از ابو حنیفه رحمت الله نقل شده. باز خود امام محمد شیبانی رحمت الله علیه زمان رحلت ابو حنیفه را 13 ساله بوده. به والله و بالله شما را همه را به خدا قسم میدهم، آیا قول محمد شیبانی 13 ساله می شود از ابو حنیفه بر حدیث قرآن ترجیح پیدا بکند؟ شما را به الله و بالله قسم میدهم یک بچه 13 ساله حدیث یا مسئله از ابو حنیفه رحمه نقل برخلاف صریح قرآن و حدیث، آیا قرآن و حدیث ترجیح داره یا قول امام محمد شیبانی بچه 13 یا فوق 15 ساله کدوم یکی ترجیح داره؟ آیا این را نمیده؟ من قسم میکنم شما میدانید فقط به خاطر ضد و عناد این را قبول نمیکنید. همین قول محمد را در آثار محمد در موطأ محمد با سند صحیح خود شما گفته ضعیفه. عبدالحی لکنوی رحمت الله حاشیه دارد تعلیق الممجد علی موطأ امام محمد، تمام روایت‌های سند را جر و تعدیل کرده، چرا میرا قبول نمیکنی؟ با این همه خود محمد شیبانی در اسماء و رجال چی درجه دارد؟ در کل اسماء و رجال بالاتفاق نگم کذاب جهمیون آمده. شما روایت کذاب جهمیون بچه 15 ساله را بر صحیح قرآن بر صحیح و صریح حدیث مصطفی چرا ترجیح میدی؟ ما هنوزم میگن رحمت الله علیه این قولش حجت برای ما نیست، توهین نمی کنیم، تحقیر نمی کنیم، فقط میگن در اسماء و رجال درجه محمد شیبانی رحمت الله کذاب جهمی آمده. حتی خود عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه میگوید بگو کدوم یکی از این دو صحابه چه دو صاحبین ابو یوسف به نام یعقوب و محمد شیبانی رحمه الله کدوم یکی اکذب هستند؟ این قول خود عبدالله بن مبارک شاگرد ابو حنیفه رحمت الله علیه است. در لسان المیزان، در میزان الاعتدال، در تاریخ صغیر بخاری، در تاریخ کبیر بخاری، در تهذیب الکمال، در تهذیب التهذیب نگاه بکنید. اگر این قول غلط آمد بیرون شد من را در مجمع عام هر حدی که میزنی بزنی که این قول شاوزی دروغ بوده. پس این استفهام اعتراض نمیکنم بر شما، استفهام میکنم روایت کسی که در رجال ضعیف باشه به گفته خود احناف یا در رجال کذاب جهمیون بیاید، شما روایت قول اون را استنباط کنید چطور بر قرآن و حدیث ترجیح میدید؟ آیا این انصاف این ظلم نیست؟ آیا این را خود محمد به شما گفته؟ خود ابو یوسف به شما گفته؟ خود امام ابو حنیفه به شما گفته؟ نگفته. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در صفحه 259 الانتقاء فی فضائل ائمه ثلاثه فقها نگاه بکنید. امام ابو حنیفه رحمه الله هذا الذی نحن فی این عبارت را یاد بگیرید، بر علی من زیاد و کم نکنید، حمله نکنید. هذا الذی نحن فی رای لا نجبر علی احد فمن کان عنده احسن فلیأت به. این چیزی که من گفتم فتوا این رای من است، نه قرآن است، نه حدیث است، نه شریعت است، نه اسلام است، نه این رای من است. هر کسی دلیل احسن و قوی داشت فریات به دلیل خود عمل بکند. این عبارت امام ابو حنیفه رحمه الله با سندی که ابن عبدالبر محدث مالکی نقل میکنه در الانتقاء فی فضل ائمه الثلاثه الفقهاء موجود است، صفحه 259 258. پس خود فتوای امام ابو حنیفه است که هرچی که من گفتم بر شما واجب. چطور شما قیله یعنی ابی حنیفه را، قاله محمد شیبانی را، قاله احمد قدوری را، قاله عبدالله نصفی در کنز را، قاله صدر شریعت را در شرح وقایع
قاله صاحب هدایت در هدایت بر کتاب و سنت ترجمه آیا این ظلم نیست؟ آیا برخلاف مذهب ابو حنیفه نیست؟ از شما را قسم به الله بدن شما روی اصول ابو حنیفه را عمل عمل بکنید. لذا ما سوال اینه که ما اقوال ائمه را چطور قبول میکنیم؟ ما روی اصول خود ابو حنیفه را عمل ما قول او را قبول داریم که برخلاف قرآن و حدیث نباشد و موافق کتاب و سنت ما روی چشم میگذاریم و دیگر توهین هم نه خود ابو حنیفه، هر کسی از ائمه باشد. ائمه به جای خود مقلد ایشان را با دلیل ما قبول داریم، برخلاف دلیل باشه ما رد میکنه، قبول نمیکنه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله.